بیشتر انیمه ها هیروها یا همون قهرمان ها همیشه آدم خوبه بودن و ویلنا یا همون دشمن ها همیشه آدم بده. اما اگه فقط چیزی باشه که داستان میخواد باورش کنیم چی؟ باور ما نمی شود، در سر ما نمی رود. امروز قراره درباره شخصیت‌هایی حرف بزنیم که همه اونا رو یه ویلن میدونن، ولی فقط میگم شاید یک ذره میتونه حق با اونا باشه. اولا که این ویدیو قرار نیست که ثابت کنه این شخصیت‌ها بیگناهن و فقط میخوایم ببینیم آیا تصمیمشون از روی شرارتشون بوده یا دنیا مجبورشون کرد که به این نقطه از شرارتشون برسن. اولین نفر، مادرا. همه مادرا رو هیولایی میبینن که میخواست دنیا رو نابود کنه، اما هدف اصلیش نابودی دنیا نبود. اون میخواست فقط به جنگای بی پایان بده. از دید مادرا تا وقتی انسان آزاد باشه جنگ هم وجود داره. برای همین تصمیم گرفت همه رو داخل یک رویای ابدی زندانی کنه. از نظر خودش این تنها راه رسیدن به صلح بود. اما سوال اینجاست، آیا صلحی که با گرفتن آزادی مردم به دست بیاد واقعا ارزشی داره؟ نفر دوم، ایتاچی. سالها همون فکر میکردن که ایتاچی یه قاتل بیرحمه، اما بعدم فهمیدیم که حقیقت چیز دیگه ای بوده. اون بین دو انتخاب گیر کرده بود، یا یک جنگ داخلی که هزاران نفر کشته میشدن یا قربانی کردن خانواده خودش. تصمیمی که گرفت وحشتناک بود، اما از دید خودش شاید کم هزینه ترین راه حل بود. با این حال حتی خودش هم تا آخر عمر با عذاب وجدان زندگی میکرد. 進撃の巨人だ。駆逐してやる。この世から一匹残らず。 نفر سوم، ارن یگر. شاید هیچ شخصیتی مثل ارن بین طرفدارای انیمه اختلاف ایجاد نکرده باشه. بعضی اونو ناجی و بعضی اونو هیولا میدونن. ارن باور داشت اگه دست رو دست هم بذاره مردم جزیره پارادیس نابود میشن. برای همین تصمیم گرفت از قبل حمله دشمن یه حمله بکنه. اما کارش درست بوده به نظرتون؟ نه لزوما. اما سوال اصلی اینه، اگه جای ارن بودی و میدونستی تمام مردمت قراره بمیرن چه تصمیمی میگرفتی؟ شخصیت چهارم، لایت یاگامی از انیمه دسنوت. لایت معتقد بود دنیا پر جنایتکاره و قانون همیشه نمیتونه جلوی اونا رو بگیره. پس خودش تبدیل شد به قاضی. اولش فقط مجرما رو میکش، اما کم کم هر کسی که مخالفش بودم تبدیل شده بود به یه هدف. شاید ایده اولیه لایت قابل درک بود، اما قدرت کم کم شخصیتش رو تغییر داد. شخصیت پنجم و آخرین شخصیت از انیمه بلیچ و ویلنش آیزن. آیزن همیشه تشنه قدرت معرفی میشه، اما یه سوال مهم وجود داره، چرا اون با سول ساکس تیم مخالفت داشت؟ چون باور داشت سیستمی که دنیا رو اداره میکنه فاسده.
راهی که انتخاب کرد خشونت‌آمیز بود، اما انتقادش به ساختار قدرت باعث شد هنوز هم بعضی از طرفدارا با بخشی از حرفاش همدلی کنن. و در پایان شاید هیچ کدوم از این شخصیت ها ابرقهرمان نبودن، شاید حتی خیلی از کاراشون غیر قابل دفاع باشه، اما یک چیز واضحه: بیشتر ویلن های بزرگ انیمه فقط آدمایی بودن که دنیا رو از زاویه متفاوت میدیدن. حالا نوبت شماست، به نظرت کدوم شخصیت واقعا حق داشت و کدوم یکی از هیچ بهونه‌ای برای کاراش نداشته؟ نظرتو برام تو کامنت رو بنویس عزیزم.